شما زنده تر از امام حسین در عالم سراغ دارین؟ زنده مگه کیه؟ اون که اصحاب اثره. کی میتونه این همه خیرات و برکات داشته باشه در زیر خاک خفته باشه؟ خفته نیست، زنده است. زنده است که اینقدر اثر داره، زنده است که اینقدر همه رو دور هم جمع میکنه. اشک شوق ببارید، ما که به خاطر او گریه نمیکنیم. اون در منتها درجه سعادتی است که اونجا فرشتگان غبطه میخورن به حال او. حالا من بشینم بگم که ای وای مثلا من قصه امام حسین رو بخورم. امام حسین قصه همه ما رو خورده. اون داره میگه که قصه نخورین، قصه نخورید که عشق هست، قصه نخورید که یک چنین عالمی است که ما به خاطرش رقص کنن زیر شمشیر میریم. ببینید چه خبر اون عالم، چرا اینقدر مشتاق بودن به ما درس دادن که تو این بدن نیستی، نترس از این مرگ. این مرگ در حقیقت خروج تو از زندان این عالمه. فکر نکن تو این دست و پا هستی، تو مرتبه 100,000 جوانی و 100,000 عمر تازه بهت میدن. اینو امام حسین داره میگه. بیاموز از من، ببین این عمل من نشانه این است که تو میتونی ایمان بیاری به حقیقت عشق. بنابراین گریه ما گریه شوقه که تو کجایی تا شب من چاکرم، چارقت دوزم کنم شانه سر.